بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادر اهل اسلام، آنانی که صدای ما را میشنوید. امروز موضوع ما و شما درباره کمتر باشد در علم میشود، چون که امروز عرفه انشاءالله خدا خواهد، یعنی فرزندان ما و شما، یعنی تمام روی دنیا، یعنی گشوده شدن دروازه های علم است. الحمدلله الله سبحانه و تعالی موفق کرد که انشاءالله البته این طالب علم ها چه در مکتب ها، چه در دانشکده ها، چه در دانشکده های دینی، امروز الحمدلله همه جوان پسران دختران انشاءالله کمر همت بستن. البته به مناسبت فرارسی این روز انشاءالله علم گرفتن، همه خدا خواهد انشاءالله یعنی فرزندان تبریک و مبارک باد میگیم و از دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی البته محبت اینها به علم، محبت اینها را انشاء به کتاب زیاده بگرداند. اهل دنیا باشد، اهل دنیا را علمش محبت زیاد، اهل آخرت اسلام باشد، خدا محبتشون به قرآن و محبتشون به حدیث های پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی با قانون های قرآن اله زیاده بگرداند. خداوند این 2022 23 سال تحصیل برای همه انشاءالله خدا خواهد، یعنی استادان برای شاگردان الله سبحانه و تعالی مبارک بگرداند. البته انشاءالله طلب کردن علم فرض است عزیزان من، چه علم های دنیایی باشد، چه علم های انشاءالله آخرایی باشد. پیامبر بزرگ میگن طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمت، یعنی طلب کردن علم فرض است برای هر یک مرد و برای هر یک زن انشاءالله، چون که پیشروی دنیا هم با علم می شود، البته انشاءالله پیشروی آخرت هم با علم می شود، چون که به علم انشاءالله دنیا پیش نمی رود، به علم البته آخرت و الله شناختن الله هم انشاءالله که پیامبر علیه السلام شناختن، قرآن یاد گرفتن، همش انشاءالله علم ها بچی است خدا خواهد پیشرفته و با علم است. باید که انشاءالله علم آموزن، علم با یک محبت، با یک انشاءالله عشقتی آموخته انشاءالله خیر الامور اوسطها میگه پیامبر بزرگوار، همه کارها خدا خواهد میانش خوب، دنیا رو هم کردن در کار، البته انشاءالله آخرت یک جای شود. اگر انشاءالله خدا خواهد دنیا مونم الله برکه میتید، انشاءالله آخرت مونم الله سبحانه و تعالی انشاءالله آباد میگرداند. وقتا که ما و شما از این انشاءالله دنیا هم خبر نداریم، از آخرت هم در ما بین سرسان و سرگردان میمانیم. امروز چون که پیشرفت دنیای غرب عزیزان من همش است علم است، از دانش است که این روزها تقریبا بعضی روایت ها میکنن که 50 سال، بعضی روایت ها میکنن 100 سال که پیش هستن بچه شدن با دانش، بیان رفتار و گفتار و آداب خوب کتی و با علم مکمل آموختن کتی شدن. ما هم انشاءالله خدا خواهد اهل انشاءالله سریدن زمین که انشاءالله خدا خواهد از 5 انشاءالله خدا خواهد من ریسپوبلیک عبارت است، ما هم انشاءالله خدا خواهد عقب نمانیم، ما هم انشاءالله علم را آموزیم، دنیای آخرت آموخته همه جهت خدا خواهد انشاءالله دنیا منم آخرت من انشاءالله آباد کنیم. البته از طالب علم ها التماس میکردیم که البته استاذا را حرمت کردن انشاءالله، چه استاذای دنیاوی هم باشد این هم استاذن، چه انشاءالله استاذ آخره باشد البته خدمت چکنن، حرمت چکنن، چون نظری استاذ هم یک کتاب است انشاءالله خدا خواهد، چون چقدر استاذ که محبت سخت بندین انشاءالله خدا خواهد دین شما بارا و نقل میشود، دین شما را الله سبحانه و تعالی انشاءالله برکه میتید. استاذ راضی البته الله راضی می شود، اگر استاد ناراضی شود الله از ما و شما ناراضی می شود و علم ما و شما با رونق انشاءالله علم ما وسیع شدن شه انشاءالله خدا خواهد ما و شما از دست میتین. برای شما یک حکایت میگم، جلال الدین رومی بینین، جلال الدین رومی یکی از انشاءالله خدا خواهد بزرگان اسلام هستند. همین یک وقتی که روایت است میگه بیان دست رفته سر دادن مدرسه در راه، یعنی شمسی تبریزی یکی معتبرترین انسان در انشاءالله خدا روی دنیا هستند. همین انسانی بزرگ در لب درش میگه گلها کاشیدگی بود، همین گلهاشون آب داده میگشتن
وقتی که آب داده میگشتن جلالدینش یعنی سلام نداده به آدابانه میگه گذشته طرف مدرسه برفت. وقتی که برفته رسید میگه هرچند کرد که علم نیست، هرچند حرکت کرد این علم یافته نتونست. میگه حیران شد، گفت علم چی طرز گم شید؟ گفت میرنده گفتن یک موی سفید بود به حرمتی کردم، گفته گشته اومدن که شمس تبریزی رحمت الله علیه چیکار دارد با گلاشون آب داده دور زدشتن. السلام علیکم بابا جان، گفتن و علیکم السلام و رحمت الله. گفتم بچه می عکس تا گم کردی؟ گفتن همین علم ما گم کردم، میرم هرچند حرکت میکنم علم نفسن. نه همون گلک دیدی در شاخکش یک خواستچه آویز آمد، گفت انا همین علم تاست بچم، دیگر به آدابی نکن. الحمدلله جلالدین رومی تمام حیات خدا خود فعالیتی کاریشه، تمام ایجاداتاش به نام شمس تبریزی نویسن و تا دم مردن انشاءالله شمس تبریزی اومده چیکار کردن؟ خدمت کردن و دعای حضرت گرفتن. الله سبحانه و تعالی در عمر شو، در یعنی علم شو، الله انشاءالله برکت داد. ما هم عزیزان من استادها را البته حرمت کنیم، استادها را حرمت در جاش بیاریم، روزی میشود ما هم استاد میگیریم. میگه دامانی یعنی پیرگیری شاد شوی، خدمت استاد کنی استاد شوی. انشاءالله خدمت کنین، شما هم انشاءالله روزی میشود که استاد میشین. برای دیگر همه طالب علم ها را خدا خواهد، برای خدا خواهد این منبع دانش، منبع پیشروی حیات تی دنیا و دین تبریک و مبارکباد میگیم و با استادان کوچ و قوت برای دست دادن و با طالب علم ها را حفظ کردن شه. الله خودش مددگار باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.